برداشت من شماره 2 دی‌ماه 1402 یکم تا 30. سیگار و رخ ثروتمندانه. تغییر برای نسل جدید. بعد از چند ماه از پخش قطعه مرداب با صدای رضا صادقی که به شکل اختصاصی برای سریالی با همین نام ساخته شده، تازه تونستم باهاش ارتباط بگیرم و باید بگم واقعا موزیک دلنشین و خفنی از آب در اومده. قسمت نشد که بگیری دستم و یه بار دیگه، من دیگه مغزم قبول کرد، مهم نی از این به بعد دلم چی میگه، تو دیگه عوض نمیشی. رضا صادقی همیشه تلاش کرده تا خودش و کارش رو به روز و باب طبع نسل‌های جدید نگه داره و به نظرم موفق بوده. البته باید گفت که این کار ریسک از دست دادن مخاطبای قدیمی از هر نسل رو با خودش به همراه داره، ولی خب شاید بشه گفت سودش بیشتر از ضررشه. پسرها فریاد نمیزنند. مطمئنم قرار نیست از شر استرس، نگرانی و دلهره خلاص بشم. کم کم میخوام از بزرگترین چیزی که این روزا داره بهم استرس میده پرده بردارم، ولی دارم دست به عصا عمل میکنم راجبش. چون بدبختانه پسرم و انگار وقتی پسر باشی حتی بزرگترین دردسرها و دغدغه ها هم اگه برات به وجود بیاد حق نداری اعتراض کنی و اگه اعتراض کنی انگار مرد بودنت رو زیر سوال بردی. به همین راحتی. من با این مخالفم و فکر میکنم در این مورد میارزه که حتی اگه له بشم برخلاف جریان آب شنا کنم و واقعا باید برای اصلاح این تفکر و اثبات این که مردها و پسرها هم انسان هستن و ربات نیستن کاری انجام بدم، قدمی بردارم. نمیدونم اصلا شدنیه یا نه، شروع خواهم کرد، خودم رو فدا خواهم کرد. از اعتراض به وضعیت خودم شروع میکنم به زودی. شلبی. پاییزی که گذشت هر 6 فصل سریال پیکی بلایندرز رو تماشا کردم. میتونم بگم که دلم برای این سریال تنگ میشه و طبیعتاً در صدر فهرست این دلتنگی یه جایگاه اختصاصی برای خود تامس شلبی در نظر گرفتم. حیرت انگیز بود و تماشایی. امیدوارم فصل 7 در کار باشه و ساخته بشه و طبق شایعات قرار نباشه تا پایان بندی این سریال صرفاً یه نسخه سینمایی باشه و تمام. آدم درست. توی کمتر از یک هفته 3 نقش متفاوت از ادریان برودی دیدم که من رو به جمع علاقه‌مندان به این هنرمند اضافه کرد. معلم فیلم دیتچمنت، لوکا چنگرتای پیکی بلایندرز و پیانیست. قبل از این 3 برخورد و این 3 فیلم برودی رو به چهره یادم بود و قطعا توی فیلم ها و سریال های دیگه هم دیده بودمش، اما حالا این 3 برخورد نزدیک واقعا اون رو توی بخشی از حافظه سینمایی ماندگار کرد. بعد از این آشنایی بیشتر با برودی و به خصوص نقش جذابش توی پیانیست، حالا وزن سکانس های دوتاییشون با کیلیان مورفی توی فصل 4 پیکی بلایندرز حسابی برام بالاتر رفت و واقعا چه بازیگرهایی و چه سکانس هایی. حرف از پیکی بلایندرز شد، سریالی که از 2013 تا 2022 پخش شده و من به تازگی دیدمش و بالاتر راجع بهش حرف زدم. خواستم بگم که این همزمانی تماشا توسط من و حرف زده شدن ازش توی سریال سروش صحت، یعنی مگه تمام چند تا بهاره، برام جالب بود. ول کن جهان را، وی پی ان جدیدت را نصب کن. فیلترنت گرون شد، در واقع گرونتر. من که جایی به جز ایران رو به دلیل جنسیتم و اسارت ناشی از اون که میشه سربازی ندیدم، ولی دوستی داشتم که میگفت اینترنت ایران یکی از گرونترین تعرفه های دنیا رو داره. راست و دروغش پای خودش. و حالا امروز 8 دی که دارم این بخش رو مینویسم، همین اینترنت گرون و محدود گرونتر هم شد. واقعا با این حجم از خوشی چیکار کنیم؟ آها فهمیدم، بریم یه وی پی ان تازه نفس دانلود و نصب کنیم. سیگار و رخ ثروتمندانه. یکو عوض کردم که منم موقع نوشتن مثل خیلی از ادعایی ها که فکر میکنن این سیگاره که آدمو خفن میکنه، چون صرفا دست یه سری آدم خفن دیدنش، سیگار بکشم و چای بنوشم. ولی نه، با خودم یه قرار نانوشته دارم که تا 30 سالگی دود رو امتحان نکنم. شاید بگید عمر کوتاهه و ممکنه با این اوضاع اصلا به 30 نرسم. خب به هر حال فعلا سر قرارم هستم. بله، من یه سوبر بدبختم، مغرور، جذاب، زیبای، خوشگل. ماکارونی واقعا چیز عجیبیه، دوستش دارم تا ابد. برای آن 3 روز 4مین سالگرد PS 752 و جنایتی که برای همیشه گوشه ذهن من هک شد. شاید این عکس یکی از تلخ‌ترین قاب‌های تاریخ باشه. هنوزم اون صبحی که با صدای برخورد موشک به هواپیما از خواب پریدم جلوی چشممه و همینطور اون صدا توی گوشمه. لعنت به بازی‌های سیاسی و هر چیزی که درش جان کمترین ارزشی نداره. راستی خیلی اون موقع و توی اون اوضاع میگفتن چه فرقی داره چه جوری؟ اونا که به هر حال مردن، چرا بعد از 3 روز تازه یادتون افتاده؟ اون موقع در جوابشون میگفتم برات فرقی نداره که عزیز بیگناهت بمیره و بعد از 3 روز بفهمی یه نفر با تیر کشتش و توی خواب سکته نکرده، مردن نبوده و قتل بوده؟
نسل جدید. واقعا از این که بعد از این همه مدت بالاخره با آدم و محتوایی که لیاقت وایرال شدن داشته و دقیقاً هم این اتفاق براش افتاده روبرو شدم، از اعماق وجودم خوشحالم. آشنا یا حالا که از اسمش رونمایی کرده ابوالفضل، نوجوان 17 ساله و با استعدادی که من شخصا از همین الان میتونم بگم که تا 5 سال آینده و یا شاید هم خیلی زودتر جزو 10 رپر برتر نسل بعدی یعنی نسل 5 خواهد بود. البته به شرطی که قدر خودش، قلمش و استعدادش رو بدونه و با آرامش و قدم به قدم جلو بره. دمش گرم. من که خیلی حال کردم از این اتفاق و ظهور یک ستاره احتمالی در آسمان رپ فارس. منطق. یه پروژه خیلی خوب که بهم پیشنهاد شده بود رو به اجبار رد کردم. قبلتر هم برام پیش اومده بود که چنین چیزهایی رو رد کنم، اما مطمئنم که اون رد کردن ها احساسی و شاید حتی مغرورانه بود و این رد کردن تماما برگرفته از منطق. در هر صورت پروژه خیلی خوب و آینده داری میتونست باشه و ناراحتم که به دلیل دردسرهای شخصی نتونستم قبولش کنم. البته از جهتی هم خوشحالم که مهارت نگفتن رو به دست آوردم و با یک بله از روی رودروایسی یا هر چی نه خودم رو تحت فشار گذاشتم و نه طرف مقابل رو به دردسر انداختم. من و درگیری برای چگونگی انتشار یک عکس. این عکس رو از سر خیابون سازمان آب، نه اون سازمان آب واقعی، منظورم خیابون پشت مترو صادقی است، گرفتم. از شعرش خوشم اومد، شعری از سعدی. پایین این شعر نوشته بود فیش حج فلان شماره تماس. من این بخش رو از عکس حذف کردم و بعد منتشرش کردم. به نظرم زیبایی این تصویر دوچندان و از شلوغیش کم شد. مردها بو میدن. کاش فمینیستا دست از سر ما پسرها و مردا بردارن، بذارن سرمون به همون دردسرای مردونه و از نظر اونا چندشه خودمون گرم باشه. جدا در جدیدترین حرکت از بوی بد مردانگی و بوی پسرها در عذابن و دربارش نظر میدن و ابراز انزجار میکنن. دیوانه کننده است. به قول اون مرده، ببخشینا. اکس. برای تیمی که زمانی محبوب همه مردم ایران بود آرزوی موفقیت در جام ملت‌های 2023 دارم. تیمی که روزگاری عاشقانه براش پوستر طراحی می‌کردم و تا پارسال حتی برای بازی‌های دوستانش هم بیتاب می‌شدم، به امید تکرار روزها و روزگار خوش گذشته. برای یسنا شجاعی. یسنا جان، آخرین نوشتهات آتیشم زد. توف به این دنیا و کشور ویران شده که نمیدونم توی 11 سال زندگی چه به سر تو آورد که این چنین تلخ ازش سیر شدی و مرگ رو به ادامه دادنش ترجیح دادی. از خجالت آب می شدم و توی زمین فرو می رفتم اگر مسئولی، پادشاهی، فرماندهی، رهبری چیزی بودم. گذشت زمان. چیزی که کم کم دارم عاشقش میشم. یه سری بدیها داره، مثلا پیر شدن. ولی تنها یکی از خوبیاش اینه که الک میکنه، هرس میکنه، اضافی‌ها میرن و حسابی‌ها میمونن. راست و دروغ‌ها برملا میشه و اینکه تهش بدون تعارف نشون میده که انتخابای کی درست تر بودن. چون عاقبت کار جهان نیست دیگر، انگار که نیستی، انگار که نیستی، انگار که نیستی.
دیگر